با سلام خدمت دوستان عزیز. یه تراروکس رادیات داریم اینجا. موتور نشتی آب داشت، سرای آبش شکسته بود و رادیاتورش متاسفانه به ایراد خورده بود. رادیاتور قبلیشه که از این ناحیه که شرنگ آبش وصل میشه کلا پوسیده شده و از بین رفته. هیچ چاره‌ای هم نبود، مجبور شدیم که براشون نوعشو بگیریم تعویض کنیم به مبلغ 5 میلیون تومان. یه رادیات به این کوچولی 5 میلیون قیمتشه. همش هم به خاطر اینه که موتور داخل ضد یخ و کولانت استفاده نشده. آب شهری ریختن، زنگاب زده، پوسونده، این شلنگا رو از بین برده و باعث شده که رادیات این آسیبو ببینه. اگر از این موتورا دارید هر 6 ماه هر سال یه چکاپ ببرید، تعویض کولانتش رو جدی بگیرین، سر وقت عوضش کنین که به این وضعیت دچار نشه. یه رادیات به این کوچیکی، یه رادیات پژو فکر کنم 3-4 تومنه. این یه ذره 5 میلیون تومان ما براشون خریدیم از شرکتش. اینو حتما مد نظرتون باشه، سرویس ها اینا رو جدی بگیرید. اینا مثل موتورهای اصلی نیستن، با کوچکترین تغییری سریع اون قطعه خراب میشه، تغییر فرم میده و دیگه باید حتما تعویض بشه. اینو حتما جدی بگیرین که شامل هزینه‌های زیاد نباشه موتورتون. در خدمت همگیتون هستیم. این پستم برای دوستاتون که از این موتورا دارن بفرستین که بدونن که باید چیکار بکنن.